سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. چه؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من فاطمه، ایشون نیما. خودتون معرفی کن. بچه نیما هستم. واقعیتش میخواستیم بعد از مدت ها تو فضای مجازی یه سری کلیپ ها درست بکنیم. من و فاطمه خیلی تو خونه و هر محیطی که بودیم خیلی صحبت ها میکردیم با هم دیگه. یعنی مثلا شما بگو با چه کار؟ آره. موضوعات مختلف صحبت میکنیم. بعد من به این فکر کردم که گفتم فاطمه اگه ما بتونیم این حرفایی که با هم دیگه رو میزنیم و بذاریم تو فضای مجازی، خب طبیعتاً خیلی میتونه باحال باشه. شاید بقیه دوست داشته باشن و نظر خودشون هم بتونن تو اون فضا در ضمن نظر شما هم داشته باشیم راجع به این موضوعات، ببینیم نظر مردم راجع به موضوعی که ما صحبت میکنیم چیه. آره واقعا خیلی دوست داریم این موضوعا رو به صورت ویدیوهای کوتاه و بلند تو یوتیوب به اشتراک بذاریم و با هم دیگه رفیق باشیم یه جورایی. بعد اینکه ما تصمیم گرفتیم اسم این چنل رو بذاریم فانی کلاب. فانی کلاب چه شکلیه؟ اول اسمش از من بود. ایده اسمش از فاطمه. اول اسمش از فاطمه شروع میشه، فاطمه. نیکلاب از نیما شروع میشه که منم خب نیما هم. ولی فانی کلاب در کل معنی یک کلاب باحال میده. آره که این دورم شاد باشیم. چقدر سر آره. که بگیم بخندیم. بعد یه چیزی سفارش بدیم. چی می‌خوری؟ چای. بچه‌ها من خیلی دوست دارم همیشه قهوه سفارش بدم تو کافه، ولی موضوع اینه که من یه مدتی بدنم یعنی سرم خیلی ریاکشن بدی نشون میده به قهوه و حالم بد میکنه و وقتی که به خصوص باشگاه میرم تمرین کنم یهو سردردهای عجیبی بهم دست میده و یه مدت گذاشتمش کنار، ولی الان خدا رو شکر خیلی خوبم و الان واقعا دلم میخواد یه قهوه بخورم ولی میخورم. شما که دارید میشنوید برای شما که این اتفاق پیش نیومده، واقعا بعضی هستن شاید حساس به قهوه باشن، شاید اذیتشون کنه. ببین حساس به قهوه فاطمه واقعا نیست. من به یه مرحله رسیده بودم که روزی 3-4 تا قهوه میخوردم و یه مدتی که تنها بودم زیاد مصرف کردم. آره یه مدتی که تو ایران بودی من واقعا هر روز بگم قشنگ 3-4 لیوان قهوه میخوردم با شیرم که خب خودش غلیظه، قشنگ فشار میاره به بدن. ولی خب یه سفارش داده نیست. چی میخوای؟ Bir çay bir dibek kahve olsun. Ama şekersiz. Sade. میخوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم. فاطمه یه چای خورده، من یه قهوه. فکر کنید دیت اوله. آره راستش ما داشتیم به این فکر می‌کردیم که الان مثلا اگه دیت اول باشه کدوممون باید حساب کنه. کی باید حساب کنه؟ ولی این موضوع خیلی بین اگه دیت اول آره جوونا الان هست که دیت اولی که آره خیلی ترند شده واقعا. مثلا آره واقعا ما چرا صحبت نکنیم؟ چرا صحبت نکنیم؟ آره. خب من دارم اینو میگم. خب نظر تو چیه؟ دیت اول. من اولی. آقایون مقدم. Ladies first. حساب کن. خب دوستان واقعیتش به نظر من بستگی داره. یعنی دیت اول اصولا آقایون باید حساب کنن. خب یعنی آقایون وقتی که دیت اول میگیم یعنی با یه شخصی با یه خانومی برای اولین بار دارن میرن بیرون و اونجا آقا باید همه چیو در نظر بگیره. اصولا آقایون برمیگردن میگن دیت اول مثلا بریم فلان کافه، کافه ایکس، کافه ایگرگ. یعنی خانوما دیگه زیاد نمیگن چون دیت اول مثلا بیاد این همه راحت باشه با یه مرد که برگرده بگه خب بریم فلان جا، مثلا یه جای لاکچری و خیلی خفن انتخاب کنه بگه بریم فلان جا. اکثرا آقایون این پیشنهادو میدن که کجا برن و طرف مقابل رو به کجا ببرن که اونجا اصولا آقایون باید حساب کنه. چون یعنی تو میگی پیشنهاد لوکیشن اون قرار دیت اول هر جا که باشه اون طرف باید حساب کنه؟ آره نه یعنی آقا اگه پیشنهاد داد آقا باید حساب کنه، خانم اگه پیشنهاد داد خانم. 99% آقایون این پیشنهادو میدن و خانم‌ها چیزی نمیگن. دیت اولو آقایون میگن که خب بریم فلان جا. خانم میگه اینقدر با یک آقا راحت نیست که بگی نه اونجا نریم بریم یه جای دیگه. آره خب اینو خیلی کم پیش میاد. ولی حالا ما داریم راجع به اون
اون چیزایی که خیلی به ندرت پیش میاد صحبت نمی‌کنیم. راجع به این صحبت می‌کنیم که یه آقا با یه خانمی رفته بیرون و اون آقا اونو میبره بیرون و حالا دیت اول رو بعد اون آقا حساب کنه، چون به نظر من یه آقا انگار بین جامعه جا افتاده و یک دقیقا من که شاید اگه خودم من اولین بار با یک نفر بخوام بیرون برم، با یک آقا اگر بیرون برم و ایشون خیلی راحت مثلا بشینه و منتظر باشه که من برم حساب کنم، شاید این یه رد فلگی تو ذهن من باشه، یه چیزی رو برای من قرمز کنه. غیر عادیه، میدونی؟ غیر عادی که یه آقا چطور مثلا میتونه به خودش این مثلا چطوری با خودش میتونه کنار بیاد که به راحتی بره و غذا بخوره و کافه بخوره و بشینه. فکر کن دیت اول رفتی بیرون، بعد دخترم هیچ آیدیایی نداره کی میخواد حساب کنه، بعد مرده آروم آروم راه بره، دختره از جلو بره چای نمیاد حساب کنه. همشون منتظرن که اون یکی بره پای صندوق. بچه واقعیتش دیت اول یه چیزی که آقا باید حساب کنه. حالا یک مردی اینو خواسته که با اون خانم بره بیرون، حالا اون خانم بخواد استیک هم سفارش بده، بخواد یه چای هم سفارش بده، تو باید اون دیت اول رو به گردن بگیری به نظر من. حالا اگه واقعا دیدی مدل زندگی این خانم یه جوریه که تو نتونستی از لحاظ مالی ساپورت کنی، میتونی دیت دوم نری، میتونی اصلا دیت دوم نری. تموم شد رفت. و اینکه اینم خیلی مهمه، دیت همون شناخت دیگه. آره دقیقاً میخوای بریم گرم بشناسی و اینم ولی خیلی برای من مهمه. مثلا من خودم به عنوان خانم یک سری از متاسفانه دخترهای خانم‌های هم جنس‌های خودم رو دیدم مثلا میرن میشینن کافه، همون بار اولی که با هم دیگه دیت قرار گذاشتن میرن اولین گرون ترین چیزی که تو منو هست رو سفارش میدن. مثلا من دیدم دست میذاره رو گرون ترین غذا، مثلا دست میذاره رو گرون ترین نوشیدنی اون منیو. آره خیلی برای من این مثلا اهمیت داره که واقعا طرف هم این شکلی نباشه، یعنی نکنید این واقعا کارو، نکنید این کارو. یه رفیقی دارم میگه طرف گشنه است قشنگ، چرا واقعا باید گرونترین چیز منو رو سفارش بدی؟ نمیشناسی طرفو، شاید اونقدر پول تو پیشش نیست. آره واقعا شاید درسته که شما به عنوان یک دختر انتظار داری که خب طرف دیت حساب کنه و به نظر من کاملا حق شماست، ولی واقعا دختر هم به نظر من باید این درک رو داشته باشه که ممکنه اون پسر این حجم از پولو نداشته باشه همراهش. خب چون تو اولین دفعه است داری با طرف بیرون میری. من نمیدونم فاطمه، یه جایی خونده بودم میگفتم وقتی که با یک شخصی که واقعا آشنایی نداری میری بیرون، اولا اینکه نه ارزون ترین چیز رو سفارش بده، نه گرون ترین، متوسط ترین چیز رو سفارش بده. اگه مثلا چایی ارزون ترین باشه، مثلا مثل من چای سفارش ندید. آره فاطمه به یکی از بهترین کاپلای داریم، کم خرج ترین مثلا. بعداً با تو صحبت پشت پرده میگن اتاق غیبت. آره مثلا یک نفر چای سفارش میده، یکی مثلا میاد نمیدونم چیز گرون، مثلا اگه شما قرار نوشیدنی گرون ترین شیک اون کافه رو لطفاً سفارش ندید، یا مثلا میتونی قهوه سفارش بدی، نرمال یه چیزی که به حد وسط داره. آره دقیقاً. به خاطر همین دونستن اینا واقعا شخصیت یک شخص رو میسازه و شما رو محترم میکنه. یعنی اینجور چیزای کوچیک کوچیک هستش که یک آدم رو با یک شخص دیگه متفاوت میکنه و ما اینا رو قرار تو کلیپ بگیم. و حتی این خیلی مهمه که احیانا اگر ما اشتباهی داشتیم شما تو کامنت ها ما بنویسید که واقعا نظرتون حتما برام بگید، خیلی مهمه. شاید ما اشتباه میکنیم تو بعضی جاها، شما میتونید به ما یاد بدید، ما هم میتونیم به شما تو بعضی جاها کمک کنیم و این خیلی خوبه که یه جورایی مچ و رفیق هم دیگه باشیم. آره مثلا چون بچه‌ها من خیلی میبینم این موضوع که صحبت میشه آقایون جبهه میگیرن، برمیگردن میگن که نه خب چرا باید یه دختر بیاد خرجش همون اول بندازه گردن تو، اگه منو دوست داشته باشه، اگه قرار باشه با من دیت دوم بیاد، خب خودش دنگی خودشو بعد بده.
دخترها میگن نه این چه آقاییه چه مردیه چه پسریه که با من قرار بیاد دیت و خب یه دونه دیتو نمیتونه حساب کنه. خب این وقتی من از جفت طرف قضیه نگاه میکنم هم به این طرف هم به اون طرف میدم، ولی مشکل هستی اینه که هیچ وقت ریشه این موضوع پیدا نشده. مثلا هیچ وقت شاید خانواده ها، شاید پدر مادرها اینقدر با بچه هاشون با دخترهاشون به خصوص راحت نیستن که برگردن به دخترشون بگن خب ببین دختر من، تو اولین قراری که با یک پسر یا با این مرد میری قرار نیست حتما استیک سفارش بدی، قرار نیست حتما بشین گرون‌ترین چیزا منو رو سفارش بدی یا بعد درکش کنی. این متأسفانه این چیزا تو خانواده‌های ایرانی یک مقدار تابوئه. آره گفته نمیشه بعضی چیزا و جوونا مجبور میشن که بعضی چیزا رو پنهون کنن و وقتی که اون چیزایی آره بیشتر با آزمون و خطا انگار ما یاد میگیریم. یه جور آزمون خطا، حالا طرف یاد گرفت نگرفتم که همون شکلی همون روال ادامه میده. آره خب دوستان به پایان این بخشم رسیدیم. امیدوارم که با لایک و سابسکرایباتون واقعا ما رو حمایت کنید. خیلی عزیز دلید. خدا نگهدارتون باشه.